میگیره میشه صفت فاعلی. اونی که حالا شما اگه تو امتحان یا هر تستی اینا رو داشتین یادتون باشه ستون دوم که صفت مفعولی سورپرایز، اکسایت اینا به انسان میچسبه. این صفات برای انسانه. چیزی که سورپرایزینگه شما رو چیکار میکنه؟ makes you surprise. something exciting، چیزی که exciting یا هیجان انگیزه شما رو excited میکنه. چیزی که interestingه makes you interested. something worrying makes you worried. چیزی که نگران کننده شما چیکار میکنه؟ نگران میکنه. something worrying makes you bored. چیزی که کسل کننده شما رو bored میکنه. and something confusing، چیزی که گیج کننده است شما رو چیکار میکنه؟ confused میکنه. کی رو متوجه نشد؟ هیچکی؟ این مهمه ها. کی متوجه نشد؟ تو فهمیدی؟ بچه ها کی داره صحبت میکنه؟ فرشا بقیلی آقا فرشا کدوم سواله اینا ها تو درس هفتمه دیگه. میگه همه اینا رو بچه ها ING اضافه کنین یا ایدی اضافه کنین. شما هر ایدی که میبینین که گذشته نیست که آقا جون. ایدی ممکنه ستون دوم باشه، آره گذشته است، ولی ستون سوم که فعل نیست. بیشتر وقتا یه در واقع همیشه پس پارتیسیپله. ولی 95% موارد you can use them as چی بچه ها؟ adjective. حالا این سریا رو مهم بود براتون گفتم چیزی که ING بگیره صفت فاعلی میشه. چیزی که هیجان انگیزه شما رو هیجان زده میکنه. چیزی که exciting شما رو excited میکنه. متوجه نمیشی؟ چرا؟ چی شده بگیم؟ نه متوجه میشن. بگیم yes. گاتی نگاه کنی چیزی که interesting زیادی خوابسترشم. چیزی که interestingه شما رو interested میکنه. یعنی چیزی که جالبه باعث میشه شما چی بشی؟ شگفت زده شی. شما باعث میشه علاقه‌مند بشی، جالب زده. چیزی که بورینگه شما بگو ببینم. چیزی که بورینگه باعث میشه شما چی بشی؟ بورید زده. بورینگ یعنی چی؟ ای خدا بابا بورینگ یعنی بورینگ یعنی نگران کننده. بورینگ یعنی نگران کننده. چیزی که بورینگه شما رو بورید میکنه.